همونجا مرکز جمعیت اگر یک تام کتابخانه الکترونیکی بینیم همه استفاده می‌کنن. 5 تا کامپیوتر. این بود سخنهای بختیار نظرزاده، شهردار کلوب 7 سال پیش. او آن وقت سردار ریاست مالیه منطقه کلوب بود. از این بین 7 سال گذشت و نظرزاده تا کنون این وعده‌اش رو اجرا نکرده است. خطی وزارت معارف و فرهنگ در برنامه‌ای در جماعت کتابخانه هست، کتابدار است. Bu کتابخانه در از شعبه فرهنگ است. بله معاشگیر هستن. معاشگیر است. در یک ماه حساب کنم و قریب 100,000 هم دور مبلغ در طور که نگاه کنیم. اگر یک کتابخانه الکترونیک نه. این سخنها را 7 سال پیش گفته بود. از سردار ریاست منطقه سردار سرریاست مالیه ولایت ختلان تعیین شد. اما از کتابخانه گفته بختیار نظرزاده تا به حیث شهردار تعیین شدن خبر نبود. در نشست خبری از نظرزاده پرسیدند که وعده کتابخانه های الکترونیک چی شد. نظرزاده گفت که به وزارت فرهنگ مکتوب ارسال کرده اند. اما خبرنگاران گفتند که چرا در این 7 سال کتابخانه های الکترونیک حل خود را نیافت. شهردار گفت که مصلحت آنها این شده است که کتابخانه های دهات را یک کتابخانه کنند. در یک جایگی با وزارت فرهنگ معارف مصلحت کردگی که همین کتابخانه‌ای که است امیره در مجموع اگر شود یک کتابخانه کنیم یک بنا در جایگیر کنیم و خیلی گفتن طریق الکترونیکی بر روی همین مردم دسترس باشد. حالا در منطقه کلوب حدود 200 کتابخانه فعالیت دارد. در این کتابخانه ها 1.5 میلیون کتاب های گوناگون برای خواننده محفوظ شده است. در خود شهر کلوب یک کتابخانه ولایتی و بچگانه فعالیت دارد. و این دو کتابخانه هر سال 6,000 سومانی جدا می شود. ولی به گفته مسئولین فرهنگ این مبلغ برای کتابخانه ها بسنده نیست. پولی که در یک سال نه به پرداخت پول اینترنت می رسد و نه برای پرداخت خرید کتاب های تازه نشر.